دوستان عزیز سلام. من حسین شیبانی هستم، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی. در این وبینار که به صورت ضبط شده شما مشاهدهش میکنید، چند تا نکته رو میخوام با شما عزیزان به اشتراک بذارم در رابطه با داده های اشتغال آمریکا که هفته گذشته منتشر شد و تحولات در منطقه که خیلی داغه و تقریبا چند ساعت پیش منتشر شد. چرا اول میخوام به داده های اشتغال بپردازم؟ چون زمانی بود که بازار داشت میدید بین آمریکا و ایران یک تفاهم نامه امضا شده. این تفاهم نامه تنش‌های سیاسی و اثراتش روی بازار رو کمرنگ کرده بود و بازار داشت به این سمت میرفت که کم کم داده‌های اقتصادی روی بازار سوار شه، مثل همون چیزی که سالها بر بازارهای مالی حاکم بود، یعنی تحولات و اتفاقات در حوزه اقتصاد، در حوزه کلان و تحولاتی که میتونست روی مؤلفه‌های اقتصادی در کشورها اثر بذاره بازارهای مالی رو تکون میداد. برای همین وقتی که ما وارد اولین جمعه ماه میخواستیم بشیم، چون روز استقلال آمریکا بود، داده ها در روز پنجشنبه منتشر شد. خب اشتغال آمریکا هلوش 57,000 شغل جدید در اقتصاد آمریکا منتشر شد و زمانی که گزارش ماه قبل رو هم اومدن ارزیابی مجدد کردن، یه چیزی نزدیک به 50,000 شغل از عدد ارزیابی شده ماه گذشته در اقتصاد آمریکا ما کاهش رو میدیدیم. خب این یک نکته‌ای داشت برای بازار که بازاری که الان فکر میکنه نرخ بهره قراره خیلی تند و تیز بره در اقتصاد آمریکا بالا، در شرایطی که بازار اشتغال وارد رکوده، این نرخ بهره نمیتونه به اون تندی حرکت بکنه. پس این نکته اول. نکته دوم رشد میانگین ساعتی دستمزدها بود. ما یک ماتریسی داریم، یک چرخه‌ای داریم که میگیم این ماتریس یا چرخه دستمزد تورمه. هر چقدر شما دستمزدها رو بالا ببرید، به همون تناسب تورم هم میتونه بره بالا. پس زمانی که تورم در اونجا رشد نزدیک به ماهی 0.3% داشت و در افق سال هولوش 3.5% رشد کرده بود، به بازار میگفت پس ما نمیتونیم به منزله افزایش حقوق و دستمزد توسط شرکت ها انتظار داشته باشیم که تورم خیلی وحشتناک بره بالا، چون بازار میترسید که نکنه تورم میل بکنه به عدد 5%. طبیعتاً بخشی از تورم به واسطه افزایش قیمت سوخت، قیمت انرژی که توی وبینار قبل کامل در موردش توضیح دادیم شکل گرفته بود و الان بازار می‌خواست ببینه آیا حقوق و دستمزد هم میتونه یک عاملی باشه که اون پشت فشار بیاره و تورم رو بالا نگه داره، که رشد 3.5% در شرایط فعلی عدد مطلوبی بود برای اینکه بازار بگه نرخ بهره پس بازم میتونه خیلی تند نره بالا. و در انتها نرخ بیکاری بود که 4.2% منتشر شد، از عدد قبلی پایین‌تر بود، بهبود در شرایط رو نشون میداد. بازار خیلی بهش اهمیت نمیداد. اون چیزی که شکل گرفت دیدیم که بازار از 2 تا 3 بار افزایش نرخ بهره افراطی در امسال چرخیده بود به قطعیت در 1 بار افزایش نرخ بهره. خب بله، نرخ بهره داره افزایش پیدا میکنه، ولی قرار نیست 2 بار یا 3 بار افزایش پیدا بکنه، 1 بار قرار افزایش پیدا بکنه. این باعث شد طلا، نقره، بازارهای سهام به شدت قوی بشن، حتی کریپتوکارنسی ها هم خیلی قوی شدن و از اون طرف دلار آمریکا رفت توی یک فاز اصلاح و از اون قدرت خودش به واسطه سیاست انقباضی قدرتمند که بخواد حمایت ازش بکنه فاصله گرفت. خب این اتمسفر روی بازار حاکم بود. اگر نگاه میکردید تا همین دیروز که یک شعله های از جنگ مجدد رو ما دیدیم، هر جایی که سهام دوباره ضعیف میشد دوباره قدرتش رو پس میگرفت، هر جا طلا یا نقره ضعیف میشدن مجددا رشد پیدا میکردن. چرا؟ چون بازار انتظار داشت که اثر داده‌های اقتصادی داره میگه که فلزات دیگه پاییناشون خرید داره. اما چه اتفاقی از دیروز افتاد؟ خب هولوش فکر کنم اگه اشتباه نکنم 2 یا 3 تا نفتکش توسط نیروهای نظامی ایران زده شدن که از سمت منطقه عمان داشتن حرکت میکردن و همین مسئله یک شعله‌ای رو در بازار به وجود آورد. تخاصم ها شدت گرفت. دیروز طرف آمریکایی شروع کرد مواضع ایرانی رو زدن. ترامپ صبح ادعا میکرد که 60 تا قایق رو زده و بازم تا صبح همه چیز خوب بود. یعنی بیانیه ارتش و نیروهای نظامی ایران مبنی بر این بود که عملیات تموم شده. سنتکام هم بیانیه داده بود که عملیات تموم شده و اگه نگاه میکردید طلا، نقره و بازارهای سهام جهانی همه داشتن برمیگشتن. یعنی اون ریزشی که دیشب توی سشن توکیو ما میدیدیم توی بازار که فلزات ریختن، سهام ریخت، بخشش داشت جبران میشد، تا اینکه تقریبا فکر کنم 2-3 ساعت پیش ترامپ عنوان کرد که تفاهم نامه تمام شده
و معافیت نفتی ایران برداشته خواهد شد و احتمالاً مجدداً چه اتفاقی میفته؟ اون محاصره اقتصادی ایران شکل میگیره. خب اینا رو همه رو بذارید کنار هم. اتفاقی که داره میفته الان که دارم با شما صحبت میکنم، طلا از شروع گزارش روز پنجشنبه در مورد NFT پایین‌تر اومده، نقره پایین‌تر اومده، سهام پایین‌تر اومده. یعنی انگار به نوعی بازار داره میگه هر چیزی خوشبینی توی اون داده‌های اقتصادی بود برای من تموم شد. من دیگه خوشبینی در داده‌های اقتصادی نمیبینم. یا اون هر کاری که داشت میکرد ما دیگه پروندهشو بستیم. الان دوباره عوامل جنگ و عوامل سیاسی و تنش‌ها اومدن سایه انداختن روی بازار. دقت بفرمایید، منظورم اینه که زمانی که داده ها میخواست منتشر بشه، طلا کجا قرار داشت، نقره کجا قرار داشت، سهام کجا قرار داشت. هر جایی که اینا قرار داشتن که اون خبر منتشر شد و پرتاب شدن به سمت بالا، الان قیمت از شروع اون انتشار خبر اومده پایین. پس این در بازار یعنی خوشبینی اون اتفاقات از بین رفت. چند تا نکته نگران کننده وجود داره که این نکات داره به ما میگه که یک، اتفاقی که الان داره میفته میتونه برای فلزات یه ذره اتفاق نگران کننده ای باشه. دقت بفرمایید، نفت الان هولوش وست تگزاس اینترمدییت هولوش $75 و نفت برنت هولوش نزدیک $80. بله شاید بگید نفت $75 که خیلی ترسناک نیست که نسبت به نفت هولوش $100 که توی جنگ شاید به طور میانگین نفت هولوش 90 تا $100 بود. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که بازدهی اوراق قرضه رشد می‌کنه. یعنی بازدهی اوراق قرضه 2 ساله که ما توی فایل صوتی وبینار قبلی خیلی در موردش صحبت کردیم که از تاپ خودش فاصله گرفته، روند نزولی پیدا کرده، الان داره میره تاپ خودش رو پس بگیره. یعنی بازار دوباره کماکان انتظار داره با توجه به اینکه سپاه پاسداران هم احتمالاً تنگه هرمز رو میبنده، انتظار داره که این اختلالات مجدداً باعث بروز تورم بشه. حالا چند تا تریک این وسط وجود داره. یکی این که خیلی از کشورها ذخایر نفتی خودشون رو، ذخایر استراتژیک نفتی خودشون رو توی این مدت پر کردن. شاید در اخبار خیلی تیترش به چشم شما نیامده باشه، ولی همین الان قبل از بسته شدن تنگه ما دوباره با پدیده مازاد عرضه در نفت روبرو بودیم. یعنی بازار نفت به یک اشباعی در عرضه رسیده بود. خیلی سریع تونستن مخازن پرشن و در این مدت تونستن حمایت بکنن از اینکه اون انبارهایی که خالی شده بود مجددا پر بشه. حالا نکته کلام وجود داره. به نظر میرسه که یه ذره رفتار بازار نسبت به این اتفاق رفتار هیجانیه. یعنی آنچه که ما داریم ریزش میبینیم، شاید طلا تقریبا از تاپ امروز خودش $100 ریخته، نقره از تاپ امروز خودش هولوش $3 تا $4 ریخته و بازارهای سهام هم ریزش شدیدی داشته باشن. شاید این ریزش خیلی تندی بوده باشه به واسطه رشد اوراق قرضه، به واسطه قوی شدن دلار آمریکا، ولی به نظر پایداری خیلی بلندی نخواهد داشت در صورتی که نفت وست تگزاس اینترمدییت نتونه از محدوده هولوش $78 تا $80 عبور کنه. یعنی اگه نفت از اون ناحیه عبور بکنه، بازار میگه پس این ذخایر استراتژیک پر شدن، این مازاد عرضه توی بازار مقطعی خواهد بود و بعد مجددا بازار میره سراغ این که ذخایر استراتژیک به بازار عرضه بشن، عرضه از تقاضا حجمش میاد پایینتر و این منجر به رشد و پرتاب قیمت نفت میشه که من فعلا این سناریو رو خیلی کم رنگ میبینم با توجه به اتفاقات. و این رو از چه بابت کم رنگ میبینم؟ چون بارها شده که یه همچین تنش‌هایی در منطقه شکل گرفته، یک بیانیه‌های تند و تیزی هم طرفین دادن، برای هم خیلی هم کباده کشیدن، و شما مثلا میبینید 2 روز بعد 3 روز بعد دوباره یه دفعه یک نشستی در پاکستان برگزار شده، یا یک هیئتی در قطر یه دیداری داشته، یا هیئتی از قطر اومده توی ایران. میخوام بگم با توجه به این اتفاقات این انتظار رو داشته باشید که هر آن بازار یه دفعه با یک خبری همه این ریزش‌ها رو جبران بکنه. اما در صورتی که نه، این اتفاق نیفته و نفت محدوده $80 رو رد بکنه، به نظر من طلا و نقره اولین محدوده‌شون بازپسگیری کف قبلی خودشونه. ولی چون این اتفاقات دیگه برای بازار داره به یک روتین تبدیل میشه، من کماکان فکر میکنم که ماندگاری در اون قیمت‌ها خیلی بالا نیست و اگه طلا برسه به محدوده‌های کف خودش، مجدداً فرصت خریده و فرصت سوار شدنه، هم طلا هم نقره. ما الان باید 2 تا المان رو خیلی جدی در بازار نگاه بکنیم. یک، اختلاف بازدهی اوراق 10 ساله و 2 ساله. چرا؟ چون تو 10 ساله داریم میبینیم که تورم در میان مدت به چه سمتی حرکت میکنه. با همین اتفاقاتی که امروز افتاده، انتظارات بازار به چه سمتیه؟ چون هر چقدر نرخ بهره بره بالاتر، انتظار داریم که تورم داره میره بالاتر. منظورم از این که ببینیم تورم به چه سمتی میره از روی اوراق قرضه این مورده.
در 10 ساله. وقتی 2 ساله رو نگاه میکنیم فکر میکنیم بازار در کوتاه مدت چی داره فکر میکنه. پس اگر گپ بین 10 ساله و 2 ساله افزایش پیدا بکنه به سمت رشد بیشتر 2 ساله، یعنی اینکه این تورمه بازار رو ترسونده، فلزات در کوتاه مدت میریزه. اگه نه این گپ ثابت بمونه، یعنی بازار ترسش به نظر ترس افراطیه و میتونن فلزات کمی بعد از این ریزش ها اصلاح داشته باشن. نکته‌ای که وجود داره، ما یک، اوراق قرضه رو باید نگاه بکنیم و اختلافشون رو. دو، خیلی جدی الان نفت رو نگاه بکنیم ببینیم آیا محدوده $80 پس گرفته میشه یا نه. دقت بفرمایید، صحبت از این بود که در میانه تابستان با توجه به افزایش حمل و نقل جاده‌ای در دنیا، سفرهای تابستانی، احتمالاً ما تقاضا برای سوخت افزایش پیدا میکنه، قیمت نفت یه ذره به صورت فصلی بالا میره. الان انگار یه کاتالیزور این وسط شکل گرفته و جنگ باعث شده قیمت بالا بره. ولی شوکی که الان داره نفت میبینه، هولوش $5-6 قیمت نفت رشد کرده، یا اگه بخوام از کف خوشبینی $67 که هفته قبل بوده الان رسیده به $75، $7-8 نفت اومده بالا. این $7-8 میتونه شکننده باشه. البته یک بخشش هم اینه که خب الان معافیت‌های صادراتی نفت ایران از بین رفته و خب این داره به بازار شوک میده. اما در نظر داشته باشید ایران صادرکننده بسیار بزرگی در بازار جهانی نیست. یعنی حضور ایران یا عدم حضور ایران روی تراز نفت در دنیا خیلی اثر خاصی نداره از لحاظ میزان صادرات. اما این که خب اگه ایران بتونه راحت صادرات انجام بده، تنش رو در این منطقه میاره پایین، این برای بازار مهمه، چون بازار میگه اگر قرار باشه ایران اون بند 10 تفاهم نامه که بوده باید صادرات محصولات نفتی ایران در این دوره 60 روزه به راحتی انجام بشه و محدودیتی نداشته باشه، نقض بشه، طبیعتا ایران میبینه یک شاهرگ حیاتی خودش رو در درآمدهای ارزی داره از دست میده و امکان داره که کارهای هیجانی بکنه و منطقه رو کمی پرآشوب بکنه. خب این ترسیه که الان روی بازار سایه انداخته که باید وایسیم در روزهای آینده ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. فعلا به نظرم در خرید فلزات خیلی عجله نکنید، چون دیدید که ریزش تندیه و این ریزش تند یه ذره بازار رو به فکر فرو میبره که آیا قرار ادامه داشته باشه یا از همین جاها میخواد برگرد. الگوی ما برای برگشت اوراق قرضه و حرکت قیمت نفت خواهد. آرامش برای شما در سرتاسر زندگی و معاملاتتون آرزو می‌کنم. موفق باشید.